شما مدیر عامل یه شرکتی هستید به نام بریکپ. حالا این اسم شرکتش در ایران هست، شرکت درب ایده، که حالا به خاطر مسائل حقوقی تو ایران مشهور شدیم که شرکت ایرانی ثبت بکنیم. با سهامداری بریکپ آلمان، فیلدهای مختلفی داره، مثل بطری‌های آب مدنی، نوشیدنی‌های مختلف، شیرهای مختلف، توی روغن موتور، روغن خوراکی، سس کچاپ، سس‌های مختلف. توی بیزینس‌ها هر جا که درب پلاستیک هست بریکپ هم اونجا هست. 23مین کارخونه‌اش بریکپ ایرانه. الان 24می رو دارن توی چین میزنن. حالا یه آماری هم که من بدم، سال گذشته 78 میلیارد عدد در کل 24 تا کارخونه در فروختن. شاید جزء یکی از محدود شرکت‌های جوینت ونچری توی ایرانه و ما با بزرگترین توی این صنعت این کارو کردیم و بقیه دوستان هم این کارو میکنن. چرا؟ چون هیچ کدوم از این شرکت‌های بزرگ دوست ندارن بیان از صفر شروع بکنن. همیشه میان رو بیسی پایه‌گذاری میکنن، چون تا بیان با قوانین آشنا بشن، شاید مسائل دیگر رو بیان یاد بگیرن، یه زمان زیادی میبره. چیزی که جالبه، ما تنها توی ایران فروش نداریم، ما صادرات خوبی هم داریم. بازاراتون کجاست؟ ما تقریبا به آفریقا صادرات خوبی داریم، مثال عرض میکنم سنگال، آفریقای جنوبی، داخل آسیا. بازاریابیش با شما انجام میشه یا با شرکت اصلی؟ نه، ما فقط یکی از شرکت‌ها هستیم. چون که این بازارها رو صادر میکنید، شما دارید این بازارها رو پیدا میکنید یا شرکت اصلی نیست؟ نه، بریکپ 70 تا بجز کارخونه‌اش 70 تا آفیس سیلز داره، یعنی دفاتر فروش داره توی دنیا. شما یه کشورایی مثل موروشوز که قبل از اینکه اصلا ما بریکپ آشنا بشیم اسمش کشورم نشیده بودم، تو اونجا دفتر فروش داره، یعنی پرسنل بریکپ نشستن، انبار داره بریکپ و این خیلی به ما کمک میکنه. ماهایی که صنعتگرایی که با صادرات خیلی آشنا نیستیم،